بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف الله متعال موفق و پیروز و سربلند باشید و توفیقات روزافزون الله متعال قرین راهتان باد. الله شاکریم از اینکه یک بار دیگر این فرصت رو نصیب راه ما قرار داد تا به همراه شما خوبان و سروران در کلاس دیگری از کلاس های بررسی عقیده اهل سنت و جماعت و پاسخ به شبهات مخالفین در خدمت شما سروران باشم با درس دوم از این دوره مبارک. در آغاز خوش آمد میگم به همه شما سروران در این کلاس و ما در جلسه گذشته که سروران همراه ما بودند اگر به خاطر داشته باشید ما صحبت کردیم که کلاس رو میخواستیم که به شکلی برگزار بکنیم که همزمان عزیزانی حاضر باشن در کلاس غیر از خود شما سروران و همچنین ضبط بشه برنامه برای یک ضبط استودیویی. به خاطر این فضا کلا یک فضای متفاوتی بود و بعد از جلسه اول به نتیجه رسیدیم با دوستانی که شکل کار رو عوض بکنیم و کلاس شما رو خاص فقط برای شما سروران باشد و کلاس زوم رو فقط در زوم برگزار بکنیم و موضوع ضبط استودیو رو جدا باز در استودیو انشاءالله ضبط بشه و به خاطر اینکه تفاعل بیشتری در برنامه باشه و به خاطر اینکه با شما سروران بتونیم که راحت تر ارتباط بگیریم و در اثنای کلاس هم پیام های شما رو داشته باشیم هم مداخله شما رو و سوال و جواب های شما سروران رو. به همین خاطر سعی کردیم که کلاس رو به شکل دیگری برگزار بکنیم و این کلاس که الان برگزار میشه خاص برای شما سروران در زوم هست و فقط شما در این کلاس شرکت دارید فعلا و انشاءالله به همین شکل این کلاس رو ادامه خواهیم داد. یعنی این کلاس خاص شما سروران خواهد بود و کلاس رو به همین شکل ادامه خواهیم داد. و در کلاس گذشته ما در جلسه ابتداییمون به اصطلاح سرورانی رو به همراه خودمون داشتیم در این فضا. من نمیدونم که چند نفر از سروران با ما بودند و یا نبودند. این کلاس دوم هست چون سروران عزیزی که در کلاس قبلی با ما بودند از سروران کسی هست که در کلاس قبلی نبوده باشد با ما من باب اطلاع اگر در قسمت چت بنویسید سرورانی که جلسه اولشون هست که در جریان باشم. بنده فقط نموان به اطلاع اگر احیانا سرورانی در کلاس قبلی با ما نبودند برخی از سروران ظاهرا نبودند. بسیار خیلی است. سرورانی که نبودن مشکل نیست، ما انشاءالله سعی میکنیم که کلاس رو به شکل پیش ببریم که خلاصه جلسه گذشته رو خدمت شما عرض بکنیم تا بتوانیم که انشاءالله بهتر موضوعمون رو پیش ببریم. فقط به من راهنمایی بکنید دوستان فنی که این کلاس من تصویر خودم رو بخوام بزرگ بکنم چیکار باید بکنم. عرض کردم من با برنامه بیگ بلوتون و برنامه دیگه عادتا تو کلاس های آنلاین هم کار میکنم. مقداری با فضای زوم اونقدر آشنا نیستم. من تصویر خودم رو بخوام بزرگ ببینم الان از اون گوشه تصویر چگونه باید ببینم؟ شما صبر بکنم تصویر منو بزرگ میبینید. برای من تصویر خودم رو دوستان فرمودن که تصویر من پیش شما بزرگ هست، پیش خود من کلان نیست. پیش خود من یک تصویر کوچکی اون بالای تصویر هست. دابل کلیک کنم. آفرین، احسنت، بسیار عالی، ممنون از
راهنمایی عزیزان. بسیار خوب. اه، تمام، مشکل تصویر حل شد الحمدلله. راهنمایی شما سروران مشکل حل شد. حضور کلاس آنلاین چیزهای خوبی رو داره که آدم در اثنای صحبت میتونه از دوستان نظر بپرسه، همکاری بکنه. بله، بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی است. پس شما سواران میتونید در اثنای صحبت، این رو همین الان عرض بکنم، اگر چتی، صحبتی، سوالی دارید مرتبط به موضوع، سوالی هست که مرتبط به همین درس است، یعنی عیناً همین الان وقتی صحبتی میشه درباره همین صحبتی که الان مطرح میشه، یک سوالی در ذهن شما آمد، میتونید در قسمت چت بنویسید. من چت ها پیشم باز هست و همزمان میخونم، همزمان که دارم با شما صحبت میکنم چت ها رو میخونم و اگر موضوع مرتبطی بود که نیاز بود پاسخ داده بشه، همین الان در اثنای صحبت سعی میکنم بهش پاسخ بدم. پس شما سروران هر وقت سوالی براتون مرتبط به موضوعی که داریم صحبت میکنیم پیش آمد، میتونید که سوالتون رو بنویسید در قسمت چت و همزمان من توجهم به چت هم خواهد بود برای پاسخ دادن. و مشکل تصویر داریم الان برای سروران یا مشکل تصویر حل شد؟ از مشکل صدا و تصویر تاکید بکنید باز هم که اصل موضوع رو آغاز بکنیم با شما سروران و کلاسمون رو شروع بکنیم. و بحث مقدماتی بود هنوز. ظاهرا مشکل صدا و تصویر نداریم، صدا و تصویر هست الحمدلله. خب پس من فعلا ما در هفته یک درس داریم. فعلا ما در هفته همین روزهای شنبه در همین ساعت 2 به وقت مکه مکرمه، البته امروز به مقداری به خاطر مشکل فنی که نزد بنده بودم آهنگی با دوستان کنترل، مقداری من تأخیر کردم که پوزش میترم. ایشان از جلسه بعد سر ساعت کلاس آغاز خواهد شد و این موضوع کلاس فعلا همون روزهای شنبه است ان شاء الله ساعت 2 وقت مکه مکرمه. و حالا ما سعی می‌کنیم کلاس رو در حدود 1.5 ساعت کلاس رو 1 ساعت تا 1.5 ساعت بریم. یک بخش رو پرسش پاسخ‌های شما سروران اختصاص میدیم و ضبط میشه درس. برای ما درس رو ضبط خواهیم کرد و آرشیوش رو هم برای شما سروران لینک هایش رو خواهیم فرستاد. سروران که احیانا نمیتونن به هر دلیلی کلاس رو بهش مشاهده بکنن، میتونن که بعداً ایشون رو کتاب رو انشالله کلاس رو بررسی بکنن. در مورد منهج درسی کلاس هم صحبت خواهم کرد. چشم میشه این رو الان صحبت میکنم. خب اگر سوالی مرتبط به کلاس و چگونگی برگزاری کلاس نیست، بکنم واضح هست برای شما سروران. کلاس از این بعد خاص برای شما سروران در زوم برگزار خواهد شد روزهای شنبه ساعت 2 یا 14 به بعد از ظهر وقت مکه مکرمه و به صورت آنلاین. کلاس رکورد خواهد شد و برایشون لینک ارسال خواهد شد در یوتیوب شبکه آکادمی ندا، اونجا آپلود خواهد شد و لینک های اونها برای شما ارسال خواهد شد و بعد دوستان تفاصیل بیشتر برای شما خواهند گفت که چگونه میتونید دسترسی پیدا بکنید به لینک و برای شما ارسال خواهد شد. نگران لینکش نباشید. خب پس من اگر اجازه بدید با یک مقدمه دیگری، چون میخوایم که این رو به عنوان کلاس جدا ضبط میشه و میخوایم که با یک مقدمه هم داشته باشه در هنگامی که پخش میشه آرشیو میشه بعداً، چون این صحبت رو کات میکنیم، صحبت اضافی رو در ابتدای کلاس ازش، و ان شاءالله من با یک مقدمه دوباره بحث رو شروع میکنم. بریم سر اصل موضوع با خلاصه از جلسه گذشته بر سرورانی که نبودن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران و خوش آمدگویی به کلاس خودتان، کلاس درس عقیده. در جلسه گذشته به همراه شما سروران و عزیزان درباره اهمیت عقیده صحبت کردیم و گفتیم که عقیده بسیار مهم است و چرا باید عقیده بخوانیم. درباره عقیده صحبت کردیم، تعریفی درباره عقیده گفتیم که خود کلمه عقیده به چه معناست و گفتیم که عقیده از عقد گرفته شده و عقد یعنی وصل کردن یک شی دو طرف یک شی، یعنی وصل کردن یک شی به یک شی دیگر، پیوند محکم یک شی به شی دیگر. و همین خاطر ما در عربی به گره که دو تا شی رو به هم گره میزنیم، ما محکم به هم میبندیم، میگویند عقده میگویند که همون از عقد گرفته شده. و ما مثالش رو ما در فارسی هم داریم. عقد نکاح ما مثلا استفاده میشه. عقد نکاح یعنی گره زدن سرنوشت زندگی دو نفر به یک دیگر.
عقد قرارداد و عقد کلا یعنی بستن یک شی به یک شی دیگر، بس کردن یک مصلحت دیگر، به تجارتی به تجارت دیگر، زندگی به زندگی دیگر. اون رو بهش میگن عقد در لغت. در اصطلاح عقیده به موضوعی گفته می شود که انسان یک باوری و یک فکری و یک اعتقادی و یک رأی رو انسان داشته باشه نسبت به یک موضوعی و او رو رأی و فکری و نظری و اعتقادی که شکی و تردیدی و هیچ گونه دودلی و دودستگی در او نباشد. انسان وقتی که یک باوری داره و یک نظری داره و یک فکری داره و یک اعتقادی داره نسبت به یک موضوعی و هیچ تردیدی در او ندارد و شک و ریبی در او ندارد، اینو بهش میگن عقیده. حالا این عقیده میتونه عقیده باطلی باشد، میتونه عقیده درستی باشد. یعنی باور یک انسان گره زدنه. حالا بخوایم بین معنی اصطلاحی و معنی لغویش هم بخوایم که ربط بدیم اینها رو به هم دیگه، گره زدن یک فکر، یک باور، گره زدن قلب، یعنی تعلق قلب، گره خوردن قلب با یک فکر، با یک رأی، با یک باور، با یک نظر، همه اینها میشه عقیده. و این رو بهش میگیم در اصطلاح بهش میگیم عقیده. و ابراهیم جان به سر من است بابا جان برو من. و عقیده رأی و فکر و اعتقاد و باور رو به این بهش میگیم عقیده، یعنی عقیده در نظر و رأی و فکر و باوری که انسان بهش باورمند است. میشه عقیده که درباره‌اش صحبت کردیم. خلاصه این رو ما در جلسات گذشته بهش پرداختیم. و همچنین ما در ادامه موضوع وقتی که صحبت میکنیم گفتیم درباره اهمیت عقیده، که اهمیت عقیده چی هست و چرا اهمیت داره عقیده برای ما. در این موضوع صحبت کردیم و گفتیم که عقیده از اونجای مهم هست که ما در بحث اعتقاد وقتی که صحبت میکنیم، ما بحث اخلاق بسیار مهم است در دین. مثلا عنوان نمونه بحث اخلاقیات و موضوع اخلاق و موضوع رفتار و موضوع ارتباط با دیگران یک بخش بزرگی از دین هست، مهم است. بحث عبادات در دین، بحث عبادات، بحث نماز، بحث روزه، بحث زکات، بحث دیگری که مطرح میشه مهم است. اما از همه اینها مهمتر اصل اصول دین، پایه دین اعتقاد است. عقیده اصل دین است. عقیده اساس دین است. شما یک بنایی رو وقتی که درست میکنید باید اصل و اساس و پایه اون رو محکم بسازید، وگرنه این اساس، این بنای شما میپاشد. ما وقتی یک بنای عظیم ساخته میشه، یک برجی ساخته میشه، این پایه این بنا وقتی که اساس گذاری میشه و پایه اون گذاشته میشه، هر چقدر این پایه محکمتر باشد، هر چقدر این پایه قویتر باشد، اون موقع ما موفقتر هستیم در این بنایی که ساختیم و در این اساس گذاری که کردیم. به همین خاطر این موضوع خیلی مهم است. عقیده در بین علمای دینی و در بین مجتهدین و در بین بزرگان دین به عنوان اصل و اساس دین، اصول دین، اصل دین و اینها تعبیرهایی است که براش استفاده میشه. به خاطر همین دانشگاه‌ها شما میرید در دانشگاه علوم اسلامی دانشکده‌ای دارن به نام اصول دین و ما در مدینه منوره مثلا دانشگاه اسلامی مدینه منوره کلیت اصول دین یا کلیت دعوا و اصول دین. اصول دین یعنی یک دانشکده‌ای که اصول دین میپردازد. اصول دین یعنی چی؟ یعنی عقیده. عقیده از اینجا مهم اهمیت پیدا میکنه که ما میبینیم که خیلی وقتها در آیات قرآن کریم وقتی که نگاه میکنیم الله متعال میفرماید که اولویت کار رسالت انبیا همه عقیده بوده است. و الله متعال مثلا در آیه 65 سوره مبارکه زمر آیه 64 میفرماید ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک. اگر وحی شده به توی پیغمبر من و به کسانی که قبل از تو بودن، اگر تو شرک بکنی تمام اعمال تو برباد می‌رود. ما وقتی که می‌بینیم عمل طرف میکنه و عملی انجام میده و این عملش قبول نمیشه، مشکل این هست که نشان از این دارد که بحث عقیده او مشکل دارد. وقتی که صحبت از شرک میاد بحث عقیده است. و اصلا کلا ما وقتی که دین آغاز میشه لا اله الا الله که الله متعال میفرماید و ما ارسلنا من قبلک من رجال الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون، در سوره مبارکه انبیا الله متعال آن کیش پیغمبری رو قبل از تو نفرستادم مگر اینکه با وحی کردم که بگه لا اله الا انا فاعبدون، غیر از من رو نپرستید. خود لا اله الا الله کلش عقیده است. و ما در دین ما کسانی رو داریم، ما مقوله‌ای داریم به نام نفاق، مقوله‌ای داریم به نام منافقین، مصطلحی داریم به نام منافقون. و در دین مبین اسلام درباره نفاق و منافقین که در الله متعال می‌فرماید ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، در پایین‌ترین درجه دوزخ قرار دارن. عقیده منافقین، مشکل منافقین در چیست؟
منافقی که ظاهرا نماز میخونه، منافقی که ظاهرا قرآن میخواند، منافقی که ظاهرا مسلمان است. منافق اصلا تعبیرش هم اینه، کسی که در ظاهر مسلمان است اما در باطن کافر است. در فکرش، در اعتقادش و در باورش مقوله نفاق در دین از کجا وارد شده؟ مقوله نفاق، شناخت مقوله نفاق کل عقیده است. منافقین و تأثیر منفی اونها در امت، شناخت منافقین، جایگاه منافقین، تأثیر منافقین، صفات منافقین و همه مباحث عقیدتی است که در قرآن کریم اونها به تفصیل صحبت شده و مطرح شده. وقتی در سوره کهف می‌بینیم که الله تعالی می‌فرماید قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آیا شما را به زیانبارترین کارها دلالت نکنم؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کسانی که سعی بیهوده کردن در زندگی دنیا و گمان می‌کردند که کار خیر انجام می‌دهند و الله متعال می‌فرماید اونها روز قیامت می‌آیند و الله تمام عبادت‌ها اونها رو برباد می‌دهند. اینها همه مباحثی هستند که مباحث عقیدتی هستند. همچنین ما وقتی که سوره های مکی رو نگاه می‌کنیم، در 13 سال اول رسالت رسول الله علیه السلام ما تمام مباحث سوره های مکی رو بررسی بکنیم. رسول الله علیه السلام 13 سال، یعنی بیش از نصف رسالت خود، از 23 سال 13 سالش رو در مکه مکرمه در سوره های مکی درباره عقیده کار میکنه. ما اولین آیاتی که ما نگاه میکنیم میبینیم نازل میشه در سوره های مکی، همه اینها در 13 سال اول بحث عقیدتی است. سوره های مکی همش بحث عقیدتی است. کلیات عقیده رو بیان میکنه، کلیات مباحث توحید رو بیان میکنه، مباحث معاد رو بیان میکنه، مباحث رسالت رو بیان میکنه. و این همه مباحث عقیدتی است. این نشان از این دارد که رسول الله علیه السلام 13 سال در بحث عقیده کار میکنه. ما احکام عملی انسان بعد اسلام رو وقتی که نگاه میکنیم، احکام عملی اسلام، ما مثلا نماز رو ما داریم. نماز در چه وقتی واجب میشه؟ نماز در سال دهم، حالا بنا به اون قول معروفی که شب معراج در سال دهم اتفاق افتاده باشه، عام الحزن، یعنی تا 10 سال اول اصلا نمازی نداریم. حالا برخی حتی میگن که اختلاف بین سیره‌نگاران هست در تاریخ معراج که آیا در سال دهم بوده یا 11 یا 12 یا حتی او رو سال 13. برخی از 13 بعثت نامیدن، یعنی حد اقلش اینه که ما در 10 سال اول، یعنی کمترین سال دهم بوده وجوب نماز در شب معراج در سال دهم است. یعنی ما در 10 سال اول نزول آیات قرآن کریم و رسالت رسول علیه السلام هیچ حکم عبادی واجب نداریم. ما نمازی نبوده است، نماز بوده، یعنی همون روزهای اول وحی بود ولی واجب نبود برای خواندن. ما در 10 سال اول حتی نماز واجب نبوده است. روزه که اصلا ما در سال دوم در بعد از بدر، یعنی ما در همزمان با بدر ما روزه رو داریم که ما روزه در سال دوم برای ما وجوبش ثابت شده است. سال دوم هجرت، یعنی 15 سال بعد از نزول قرآن ماه رمضان و وجوب ماه رمضان شروع میشه. موضوع بحث دیگر مثلا حج رو ما حساب بکنیم، حج که 21 سال بعد از رسالت رسول الله میرسه. زکات سال دوم همون موضوع زکات و سال دوم سوم مطرح میشه. ما یعنی در 15 سال اول حتی تحریم شراب رو ما در سال 4 هجرت داریم، یعنی 17 سال بعد از نزول آیات قرآن کریم. بحث حجاب، برای آیت حجاب رو ما در سال 6 داریم، یعنی حدود 19 سال بعد از رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم. این نشان از این دارد که ما در 13 سال مکه وقتی که رسول الله علیه و سلم کلا روی عقیده کار میکنه، نشان از این است که اساس و بنیان و عقیده بسیار مهم است. عقیده بسیار مهمتر از اون چیزی است که ما تصور میکنیم. عقیده بسیار مهم است. عقیده شوخی بردار نیست. عقیده اصلا مسئله‌ای است که الله تعالی به رسول الله علیه و سلم میفرماید اگر تو شرک بکنی تمام عبادت‌های بعد تو برباد میده. و اشاره کردیم به تفصیل در قسمت گذشته و جلسه گذشته درباره موضوع اولین سه گروه اولی که روز قیامت اولین کسانی که درباره اونها الله متعال حکم میکنه و اونها رو به دوزخ میفرسته، بین اینها و انسان تنش میلرزه وقتی که میبینه اولین کسی که درباره او حکم میشود یک کسی است که شهید شده است. در دید من و شما شهید شده در راه دین، خونش رو داده، جانش رو داده و کشته شده در راه دین. اما در حدیث میفرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم الله متعال او رو میآورد و او به نعمت خود یادآوری میکنه و او به همه این نعمت‌ها معترف است که الله شما این نعمت‌ها رو من دادید. اما وقتی که الله متعال میفرماید تو در برابر این نعمت‌ها چه کار کردی، او میگوید که من جان خودم رو فدا کردم. الله متعال و دروغ گفتی، تو به خاطر این کارو کردی که گفته شود فلانی آدم پهلوانی است، آدم شجاع و نترسی است، و او رو با زده با صورت به دوزخ میبرند. این حکایت نشان از این دارد که موضوع حتی انسان اگر شهید هم بشه در اعتقادش اگر مشکل داشته باشه، موضوع بحث شرک خفی، موضوع بحث ریا و ریاکاری که بحث عقیدتی است، موضوع بحث اخلاص،
که یک بحث عقیدتی است. اینها بحث‌هایی است که بسیار مهم است و در همین حدیث باز در گروه دوم می‌فهمد قاری قرآن و کسی قرآن می‌خونده و حافظ قرآن بوده و قاری قرآن بوده و او رو الله متعال می‌آورد و او رو می‌برد و همین حکایت به او تکرار میشه، نعمت‌های خود رو به یادآوری می‌کند و بعد از اینکه نعمت‌های خود رو الله متعال به او یادآوری کرد می‌فهمد که چه کردی برای من، می‌فهمد که اون میگوید که یا الله من برای تو قرآن خواندم، من برای تو عبادت کردم، من برای تو تلاوت کردم، من برای تو امامت دادم و این مسائلی که حالا در تفسیر این حدیث میشه ذکر کرد. و بعد در متعال می‌فهمد دروغ گفتی، تو به خاطر من این کارو نکردی، به خاطر این کاری که گفته شود صدای خوبی داره، قاری خوبی است، به خاطر این است که گفته شود تو به خاطر تعریف و تمجید مردم این کارو کردی و این شد. او هم زده به دوزخ میبرن. و گروه سوم باز سومین نفر کسی هست که او باز در راه الله متعال بسیار خرج کرد، در راه الله متعال خرج کرده و انفاق کرده و الله متعال اون رو هم باز میآورد و درباره او صحبت میشود و از او پرسیده میشه و از اون نعمت‌هایی که الله تعالی به او داده نعمت‌ها یادآوری میشه و باز همین اتفاق میفته و باز او میگوید که من این کارو کردم، اون کارو کردم، این کارو کردم، من بعضی بخشش کردم، هیچ راه خیری نبود، هیچ راه انفاقی نبود که رفته باشه. الله تعالی دروغ گفتی، به خاطر این کاری کردی که به تو گفته شود تو انسان خیری است. این بحث عقیدتی است، یعنی دید مردم، نگاه مردم. حالا گرچه این یک بحث کوچکی از بحث‌های عقیدتی است، بحث ریا به عنوان شرک خفی مطرح است، ما شرک جلی وقتی که مطرح میشه اون بحث دیگری است. ما خلاصه بحث که حالا اگه بخوام کل آنچه که در جلسه گذشته رو گفتیم تکرار بکنیم، این معنی است که این جلسه رو هم باید اختصاص بدیم به تکرار جلسه گذشته. اما نه همینقدر اکتفا میکنیم برای مهم اهمیت عقیده که عقیده اصل و اساس هست. عقیده بعد از اساس اگر عقیده انسان مشکل داشت، احتمال بخشیده شدن او بسیار مشکل است، چون که متى میفرمایند ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. در دو آیه در سوره نساء در آیه 48 و 116 با همین تعبیر، اینا تکرار این تعبیر، الله متعال میفرماید که روز قیامت اگر کسی با گناهی رفته باشه، الله متعال هیچ گناهی هر گناهی را احتمال داره ببخشه به استثنای یک گناه. شرک هرگز نخواهد بخشید. شرک در این دنیا بله اگر کسی توبه کنه بخشیده میشه، اما در آخرت اگر انسان با گناه مشکل عقیدتی از دنیا رفت و اون موقع در آخرت مسئله بسیار بیخ پیدا میکنه، خدای نکنه مرتکب شرکی شده باشه، هرگز بخشیده نخواهد شد. و حتی در سوره انبیا وقتی که الله بیش از 18 نفر از انبیای الهی رو یک جا نامشون رو ذکر میکنه و در آخر میفرماد در آیه 88 سوره انعام ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون، اگر شرک میکنن تمام عبادت اونها برباد میرفت. موضوع شرک، موضوع کفر، موضوع نفاق، اینها موضوع بحث‌های عقیدتی است که بعد درباره اون به تفصیل پرداخت. و همچنین غیر از این مباحثی که به صورت کلی باعث خروج از اسلام میشه، حتی بعضی انحرافاتی که متاسفانه ما در جامعه از افراط و تفریط میبینیم، افراط‌هایی که بعضی به تکفیر میکشه و بحث کشتاری که اتفاق میفته و بحث خونهایی که ریخته میشه در موضوع تکفیر و متاسفانه افراط‌هایی که در این باب شده. و از یک طرف دیگری باز موضوعات دیگری که باز از این طرف قلوب‌هایی که میشه که آقا شما فقط همین که باور داشته باشی که خدایی هست کافی است و همین که خدایی هست کافی است دیگه، نیازی نیست که نمازی بخوانی و روزه‌ای بگیری و نیازی نیست که بهشتی فکر بکنی، دوزخی رو فکر بکنی. تو همین که قلبت خوب پاک باشه خوب هست. حج این نیست که تو بری حج بکنی، حج این است که تو دل کسی رو به دست بیاری. و اینا همه بحث‌هایی است که در عقیده مطرح میشه. ما در تفاصیلش اگه بخوایم بپردازیم بسیار موضوع پیش پیدا میکنه. عقیده انسان رو در زندگی در برابر شرک‌ها، در برابر انحراف‌ها، در برابر افراط‌ها، در برابر تفریط‌ها یک مسیر معتدل میانه‌ای رو به امید که از این مسیر رو پیش بگیره. و علاوه بر این که عقیده انسان در زندگی دچار یک منهج میکنه، یک مبدأ میکنه، استقامت در زندگی ایجاد میشه. و ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. و در مطابق کسانی که گفتن پروردگار ما الله است و در این باب در این راه عقیده خودت محکم ایستادن، اون موقع است که الله متعال اونها رو استقامت نصیب میکنه و نصرت شامل حالشون میشه. فرض کنید همچنین ما اگر در مثلا سوره کافرون و بعدش سوره‌ای که بعد از سوره کافرون قرار میگیره، سوره نصر هست، اذا جاء نصر الله والفتح، نصرت الله تعالی، پیروزی الله متعال، فتح و پیروزی الله متعال وقتی می آید که در آیه قبلش در سوره قبل قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، یک بحث کاملا اعتقادی است. شما تعیین و تکلیف بکنید، مسیر خودتون رو واضح بکنید با کسانی که کافرند، با کسانی که در مسیر شرک هستند، با کسانی که در مسیر نفاق هستند، با کسانی که موحد نیستند. مسیرتون رو مشخص بکنید، واضح بکنید، منهجتون واضح باشه، موضع‌گیریتون واضح باشه، مسیر زندگیتون واضح باشه.
شما اگر این استقامت رو داشتید، اون موقع نتیجهش چی میشه؟ اذا جاء نصر الله والفتح. اذا جاء نصر الله بعد از سوره کافرون میاد. سوره کافرون در ابتدای اوایل سوره هایی است که در مکه نازل شده و اذا جاء نصر الله والفتح طبق قول بسیاری از مفسرین آخرین سوره است که برای رسول الله علیه السلام به صورت یک سوره کامل نازل شده در چند ماه قبل از وفات رسول الله علیه السلام. یعنی بین این دو سوره که در ابتدای مکه نازل شد و اون سوره که در اواخر مدینه نازل می شود، یک جنگ نبرد ما بیش از 20 ساله رو بین اسلام و کفر داریم و نتیجه پیروزی اون با چیز با توحید است. بحث اعتقاد مطرح است. یعنی خلاصه این دو تا سوره وقتی که ارتباط این دو تا سوره رو کنار هم میگذاریم میبینیم سوره کافرون و سوره نصر که در مکه نازل شده و بعد در مدینه در اواخر مدینه نازل شده، اینا پشت سر هم قرار میگیرن. چه ارتباطی بین این دو تا میتونه باشه؟ ارتباطش خیلی واضح و مبرهن است. ارتباطش این هست که شما وقتی در بحث عقیده استحکام داشته باشید، در بحث عقیده درست پیش برید، نصرت و پیروزی در دنیا و آخرت شامل ها شما میشه. الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. در آیه 82 سوره مبارکه آن بازنده میتونن کسانی که ایمان آوردن و ایمان خود را آمیخته با شرک نکردن. اینا همون کسانی هستند که امنیت دارن، امنیت در دنیا دارن، آرامش دارن، اطمینان دارن، اعتماد دارن، توکل دارن، استقامت دارن، مضطرب نیستن. اینا کسانی هستند که مشکلات و آزمایش‌های دنیا اونها رو پریشان نمی‌کنه و در آخرت هم که بدون شک تنها کسانی به اونها موفق هستند که در مسیر توحید بودن. عقیده انسان رو در این مسیر قرار میده. عقیده به انسان مبدأ یاد میده. عقیده به انسان مسیر زندگی او رو یاد میده. عقیده به انسان میفهماند که از کجا آمده، برای چه آمده و به کجا خواهد رفت. این رو عقیده به انسان یاد میده. عقیده است که ما این مباحث رو مطرح میکنه. عقیده است که این چیزها رو به ما میفهماند. ما به خاطر همین که در این باب حالا بیشتر صحبت بکنیم با شما سروران، یک حدیث رو انتخاب کردیم درباره این موضوع. یک حدیثی بسیار جامع و بسیار کامل و بسیار عظیم حدیثی است که این حدیث رو برخی از محدثین این حدیث رو همون گونه‌ای که در قرآن کریم سوره فاتحه رو ام الکتاب نامیدند و گفتن که این سوره فاتحه خلاصه کل قرآن است. خلاصه کل قرآن سوره فاتحه است و برخی از مفسرین گفتن بعد سوره فاتحه از ابتدای سوره بقره تا پایان سوره ناس شرح سوره فاتحه است. این موضوع رو اندای متعال برای ما در ترتیبی که در قرآن کریم قرار داده این گونه بیان میکنه و فاتحه از اهمیت عمیقا کافی است که در حرکت نماز خوانده میشود. درباره این حدیث باز گفتن که این حدیث همون نقشی رو که سوره فاتحه در بین سوره های قرآن دارد، این حدیث در بین حدیث های رسول علیه السلام دارد. این حدیث رو برخی خلاصه دین نامیدند. خلاصه دین نامیدند. حدیث معروفی است. این حدیثی است که برخی از ائمه حدیث به مانند امام مسلم کتاب گرانسنگ خود صحیح مسلم رو با این حدیث آغاز کرده و با این حدیث شروع کرده کتاب خود رو کتاب صحیح مسلم. این حدیثی است معروف به نام حدیث جبریل علیه السلام. ما حدیثی داریم به نام حدیث جبریل علیه السلام که معروف است به نام حدیث جبریل. حدیثی جامع، کامل و خلاصه کل دین است. خلاصه دین رو در این حدیث ما مشاهده میکنیم که 3 بخش ارکان دین رو و مراحل دین رو برای ما مشخص میکنه در 3 مرحله: اسلام، ایمان و احسان. در ترتیبی که البته حدیث با اختلاف ترتیب‌هایی که در روایت امام بخاری و روایت امام مسلم داره، در روایت امام مسلم اول اسلام میاد، بعد ایمان میاد و بعد احسان میاد. در روایت امام بخاری اول ایمان ذکر میشه، بعد احسان ذکر میشه و بعد اول ایمان ذکر میشه، بعد اسلام ذکر میشه و بعد احسان. حالا بین میپردازیم. این موضوعاتی است که هر کدوم از این موضوعات برای ما یک اهمیت بسیار فوق‌العاده و مهمی دارد. این حدیث رو ما به عنوان محور و به عنوان اصل در این برنامه، در این کلاس به همراه شما سوارا در نظر گرفتیم و به نحوی ما سعی می‌کنیم که در این کلاس انشاءالله به شرح این حدیث بپردازیم. شرح حدیث جبریل، حدیث جبریل علیه السلام یا حدیث جبرائیل علیه السلام یا جبرائیل علیه السلام. حدیث جبریل یا جبرائیل یا جبرائیل، همه اینها تعابیری هستند که درست هستند. حالا میپردازیم در زمان مقتضی خودش به اونها. حدیث جبریل علیه السلام حدیثی است که در اون حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، حالا خلاصه این حدیث رو
برای شما یک مروری میکنیم و بعد ایشان را در جلسات گذشته ما حول محور این حدیث میپردازیم به شرح این حدیث. و این حدیث، راوی این حدیث عمر رضی الله عنه است. عمر رضی الله عنه راوی دیگری هم دارد، در همچنین در کتاب امام بخاری از ابو هریره رضی الله عنه هم به روایت دیگری نقل شده است. این حدیث حدیث جبرئیل رضی الله عنه. این حدیث رو ممنون شما سروران یک مروری میکنیم بر کلیات این حدیث و توضیحاتی رو درباره این حدیث خواهیم داد و بعد به تک تک الفاظ این حدیث میپردازیم و درباره تک تک الفاظ این حدیث با استناد آیات کلام الله مجید و با استناد احادیث صحیح رسول علیه السلام شرح میدیم این حدیث رو و در هر کدوم از این کلماتش باز میبینیم که چقدر صحبت خواهد. حدیث عبارت است از خلاصه حدیث این هست که یه بهتر از حدیث رو بخوانیم امر شما. خود حدیث هم زیاد طولانی نیست، حدیثی است که چند خط بیشتر نیست. روایت این گونه است که روایت میفرماید که یه روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم نشستند به همراه یارانشون در مسجد. سیدنا عمر رضی الله عنه میفرماید کن جلوسا عند النبی صلی الله علیه و سلم. این حدیث رو این روایتی که من آرام میخونم لفظ ابن ماجه است. همین حدیث رو با امام بخاری هم ذکر کرده و امام مسلم هم ذکر کرده با همین الفاظ و با مقداری تفاوت بسیط کار بهش میپردازیم. من باب سندیتش گفتم که این لفظی که من میخونم لفظ صحیح ابن ماجه است. و کن جلوسا عند النبی صلی الله علیه و سلم، ما نشسته بودیم پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. البته این حدیث بخش آخرش رو من میخونم و به خاطر اینکه طولانی نشه و باز به تفاصیلش میپردازیم. نزد امام مسلم یک داستانی دارد از عبدالله بن عمر رضی الله عنه نقل میشه که من از پدرم شنیدم. موضوع قضا و قدر است. این حدیث از کجا شروع میشه؟ موضوع یک اختلافی ایجاد شده، قید و قالی ایجاد شده است درباره قضا و قدر الهی که اون رو در وقت مقتضی خودش کامل حدیث رو از ابتدا اونجوری که امام مسلم در کتاب خودش ذکر کرده مفصل تر از این هست. داستان از جای دیگری شروع میشه ولی خب محتوای اصل حدیث این هست، آنچه که از عمر رضی الله عنه نقل میشه و بعدش این حدیث است. اما قبل از او عبدالله بن عمر هم اختلاف ایجاد میشه و در مورد قضا و قدر، آیا انسان در سرنوشت خودش تاثیر دارد یا ندارد، یا اینکه انسان مجبور است آن چیزی رو که الله تعالی در تقدیر او نوشته فقط همون مسیر رو پیش ببره و هیچ اختیاری در زندگی خود ندارد. در پاسخ به اون شبهه این حدیث مطرح شده است و بخش اصلی حدیث از اینجا شروع میشه که سیدنا عمر میفرماید ما نشسته بودیم در مسجد در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله علیه و سلم نشسته بودن و ما صحابه دور بر ایشان نشسته بودیم. در همین لحظه یک فردی وارد شد. فجاء رجل، یک مردی آمد، شدید و بیاض الثياب، لباس‌های بسیار سفیدی به تن داشت. لباس‌های سفید بسیار بسیار روشن، لباس‌های بسیار سفیدی به تن دارد و وارد مسجد شد. سواد شعر راس، و همچنین ایشون موهای بسیار سیاه رنگی داشت، قشنگ موهایی که رنگ سیاهی داشت و واضح بود این رنگ موهاش که موهاش خیلی تر و تمیز و مرتب است. لا یرى علیه اثر سفر، هیچ آثاری از سفر در وجود این شخص نیست. اون موقع ها سفر مثل الان نبود که با ماشین باشد و با ماشین کسی ذکر بکنه. این حدیث رو شما میتونید اون اولین حدیث کتاب صحیح بخاری رو که باز بکنید، اولین حدیثی که صحیح مسلم باشه. اولین حدیثی که در کتاب صحیح مسلم آمده، ما مسلم حدیث کتابش رو با این آغاز کرد. به همین خاطر برخی میگن که گفتم که این رو مثل سوره فاتحه که در قرآن با فاتحه شروع میشه، امام مسلم حدیث کتابش رو با این حدیث آغاز کرد، با حدیث جبرئیل علیه السلام. و این حدیث میفرماید که لا یرى علیه اثر السفر. در قدیم کسی که سفر میرفت، الان ما وسایلی که داریم، ما الان وسایل با هم ماشین ها با هواپیماها سفر کردن آسان است. قدیم کسی که سفر میکرد، سفر با
یک اسبی بود، با شتری بود و در بیابانها، در کوه و دشتها میرفت. طبیعتا این لباس سفید خصوصا، لباس سفید میدونید که به راحتی و به سرعت رنگ میگیره و آلوده میشه و لکه میگیره و کثیف میشه. لباس سفید بسیار روشنی پوشیده است، تمیز، به قول ما شما شسته شده و اتو کشیده شده. لا یرا علیه اثر سفری، مشخصه که این در سفر نبوده. اگه سفری بود این لباس سفر نیست. این لباس سفر نیست. اون موقع کسی سفر میرفت اسب و الاغ و در اون گرد و غبار، کسی که میرسید اثر صورتش و لباساش و رنگ لباساش و تیره شدن لباساش و غباری که سر صورتش نشسته و مو و سر و عمامی اگر داشت، اینا هم میفهمیدن که مسافر هست، از راه رسید و چون مرتب نبود. خب شاید این شبه پیش می آمد که خب یکی از اهل مدینه بوده، از خانه خارج شده، مرتب خودش رو دوشی گرفته و لباساش رو مرتب کرده و مرتب لباسش رو شسته و تمیز و طبیعی است دیگه، اشکالی داره، چیز عجیبی نیست. در ادامه حدیث میفهمد که نه تنها مسئله سفری نداشت، ولا یعرفه منا احد، کسی از ما این آقا رو نمیشناسد. به این معناست که اهل مدینه هم نیست. اهل مدینه نیست که بگیم از خانه های مدینه خارج شده و عجیب نیست که حالا لباساش تمیز باشه، موهاش مرتب باشه و رنگ سیاه موهاش قشنگ خودش رو نشون بده. اهل مدینه نیست. اهل مدینه اون موقع حرم فعلی است، یعنی مسجد النبی فعلی رو شما وقتی در نظر بگیرید، هسته مرکزی مدینه آن زمان این مسجد النبی فعلی بوده، مثل مسجد الحرام فعلی که هسته مرکزی شهر مکه رو در زمان رسول الله خودش اختصاص داده بود و تعیین میکرد محدوده مکه. البته هسته مرکزی ما در مدینه هم اطراف قبایلی ما داشتیم، یهودیان کلا در فضای خارج از این فضا بودن و قبایل مختلفی که در گوشه و کنار بود، ولی هسته مرکزی شهر همینجا بود. و اینجا ما باز عمر رضی الله عنه میفهمد که کسی نمیشناخت، چون با محدود بود افراد همدیگر میشناختن. الان هم در مناطق کوچک، در شهرهای کوچک، حتی شهرک‌های کوچک و تعبیر بهتر بگیم یا روستاها، اکثر همدیگر رو میشناسن. 20 سال، 15 سال، 10 سال کار کردن. اما نه تنها مهاجرین نمیشناسن، انصار هم نمیشناسن. این کیست؟ انسان غریبه است. این جای تعجبش اینجا است که غریبه هست، کسی نمیشناسه. خب این غریبه‌ای که از سفر آمده چرا انقدر مرتب است؟ اینجا سوال بود. غریبه‌ای که از سفر آمده چطور سفر کرده و این مرتب شده؟ به خانه کسی هم نرفت. اگر خانه کسی میرفت و خودش رو میشست و تمیز میکرد میآمد، خب حداقل به کسی میگفت مهمان من است. یک نفری میشناخت که مهمان اون بود. نه مهمان کسی بوده، نه اهل مدینه است، نه مهمان اهل مدینه بوده است و نه مسافر مینماید. و این خیلی تمیزی سرطان صورتش مرتبه. این از همین ابتدا یک علامت استفهام عجیبی در ذهن ما ایجاد شد که این آقا با این تیپ و قیافه و شسته رفته است کجا آمده و چطور آمده است. این از همین ابتدا جای سوال. بخاطر همین این مسائل در ابتدای حدیث میشه. فجلس الی النبی صلی الله علیه و سلم، مستقیم آمد نشست پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، سلام میکنه، می‌نشینه. فاسند رکبتیه الی رکبته، فاسند رکبته الی رکبته، آمد و زانو به زانو پیش رسول الله علیه و سلم نشست. دو زانو نشست و زانوی خود رو چسبان به زانوان رسول الله صلی الله علیه و سلم. آمده پیش رو صاحب هم می‌بینن، ایشون میآید با این علامت استفهامی که از همین الان در ذهن صحابه است، شان می‌نشیند زانو به زانو، میچسبانه زانوی خود به زانوی رسول الله. رسول الله دو زانو نشستن، میاد انقدر به رسول الله نزدیک میشه که میچسبانه زانوی خودش رو به زانو، زانو رو به زانو میچسباند. و بعد فوضع یدیه علی فخذیه، دستاش رو میذاره روی ران پای خودش و مثل یک شاگردی مؤدب پیش استاد مینشیند و سوال میپرسه. شروع میکنه. ثم قال یا محمد من الاسلام، ای محمد اسلام چیست؟ این گفتیم که در اختلاف روایات وجود دارد. ما در روایت امام بخاری باز اول میپرسه مرد ایمان، حالا اون بحثی نیست، محتوا یکیست. من اسلام، فرمود که اسلام چیست؟ من اسلام، سوال میکنه محمد اسلام چیست؟ اسلام رو برای ما تعریف کن. مفهوم اسلام، تعبیر کلمه اسلام، معنی اسلام چیست؟ قال شهادة ان لا اله الا الله. اسلام چیه؟
تسلیم شدن اینه که شما شهادت بدی با زبان لا اله الا الله و انی رسول الله، من رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم. و این شهادت رو بدی، یک، لا اله الا الله محمد رسول الله، شهادت این بخوانی. دوم، این ارکان پنجگانی اسلام رو بیان میکنه. 5 رکن داره اسلام. اولیش شهادت ان لا اله الا الله و انی رسول الله، شهادت لا اله الا الله محمد رسول الله، و اقام الصلاه، نماز خواندن، و ایتاء الزکات، و همچنین پرداخت زکات، و صوم رمضان، گرفتن روزه رمضان، و پنجمی و حج البیت ان استطاع الیه سبیلا. و حج البیت در این روایت امام ابن ماجه فقط مده حج البیت. و و اینه که شما 5 رو به جا بیاری. 5 رکن اسلام رو برای ما ذکر میکنه. 5 رکن اسلام، اینها نکات بسیار مهمی است که باید حفظ کرد اینها رو، یعنی ارکان اسلام، ارکان ایمان. 5 رکن اسلام و 6 رکن ایمان که محور کل بحث ماست در این مورد کلاس انشاءالله. من اسلام میپرسد اسلام چیست؟ شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، اقام الصلاه، نماز، روزه، نماز، زکات بعد از نماز میاد، و روزه و حج. نماز، زکات، روزه و حج. این کلا کلیاتی است که در این باره از رسول الله صلی الله علیه و سلم میپرسه جبرئیل علیه السلام. و همچنین بعد از اون باز رسول الله صلی الله علیه و سلم منتظر هستند و جبرئیل علیه السلام اونجا سوال میپرسه، همچنان سوال میپرسه. و سوال دوم بعد از اینکه این پاسخ رو میدهد رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال صدقت، این انسانی که سوال پرسیده میفرماید که میگوید که راست گفتی، راست گفتی، راست گفتی. ما تعجب کردیم. ما رضا میفرماید که ما تعجب کردیم که راست گفتی. سوال میپرسه و بعد خودش هم سوال میپرسه و بعد از اینکه سوال میپرسه تایید هم میکنه. وقال صدقت فعجبنا منه یسأله و یصدقه. ما تعجب کردیم. تو سوال میپرسی و بعد که سوال رو جواب میده بعد میگه بله درست گفتی. این معنی است که جواب رو میدانی. جواب رو میدانی چرا سوال میپرسی؟ این انسان همه چیز عجیب است. از اون شکل و شمایلش، از این رفتارش، سوالش و تایید جواب. ولی وقتی از ما سوال میپرسیم بلد نیستیم، سوال میپرسیم بلد نیستیم جوابش چیست. وقتی طرف مقابل جواب داد دیگه چی میگیم؟ میگیم ها من تازه فهمیدم، نمیدانستم. اما اینجا نفرمود که من تازه فهمیدم، کاملا درست است، همین است که تو گفتی. خب من معنی است که میدونه. دوباره ادامه میده حکایت رو. ثم قال یا محمد ما ایمان. پرسید که ای محمد ایمان چیست؟ ایمان رو برای من تعریف کن. بعد میفرماید که عمر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ایمان این است. حالا تفاوت اسلام و ایمان اینا رو ما بعداً در بارش به تفصیل صحبت میکنیم که اسلام با ایمان تفاوتش در چیست و وقتی که با هم بیایند به چه معنایی میآید، وقتی جدای از هم بیایند به چه معنایی میآیند و اینها رو در بارش میشه صحبت کرد. مل ایمان چیست؟ قال ان تؤمن بالله، اینکه ایمان داشته باشی بر الله متعال، ایمان داشته باشی بر الله متعال، و ملائکته، ایمان بر الله متعال، و ملائکته، ملائکه الله متعال، و رسوله، و پیامبران الهی، و کتبه، و کتاب‌های آسمانی، و الیوم الاخر، و به روز قیامت، و ششمین و القدر خیره و شره. 6 تا گفت. و قضا و قدر الهی، خیرش یا شرش. قال صدقت، بعد گفت که راست گفتی. ارکان ایمان که محور صحبت ماست. ارکان ایمان ان تؤمن بالله، ایمان به الله، ملائکه، کتاب‌های آسمانی، پیامبران الهی، قیامت، روز آخرت، و قضا و قدر الهی، خیرش و شرش. 6 رکن ایمان. 6 رکن ایمان.
6 رکن ایمان، اینها 6 رکن ایمان هستند که در این حدیث معروف رسول الله علیه السلام برای ما بیان فرمود. این شخص گفت راست گفتی. باز تعجب کردیم، سوال میپرسه و باز تایید میکنه. باز دوباره ادامه داد، گفت که یا محمد مل احسان، احسان چیست؟ تعبیر سوم. قال رسول الله فرمود ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. به گونه ای الله متعال عبادت کنی که گویی الله متعال تو را میبیند و اگر الله متعال تو را نمیبیند تو که الله متعال، اگر تو الله متعال را نمیبینی، به گونه ای الله متعال عبادت بکنی که گویی تو الله متعال را میبینی. اگر تو الله متعال رو نمیبینی، الله متعال که تو را میبیند. این تعبیر احسان، ان تعبد الله كأنك تراه. به شکلی الله متعال عبادت کن که گویی الله متعال رو با چشم سر می‌بینی. خب حالا سوال بشه، من که نمیبینم الله متعال. فإنك إلا تراه فإنه يراك. اگر تو نمیبینیش، او که تو را میبینه. قال، بعد از اون ادامه داد، دوباره موضوع رو ادامه داد. و متى الساعه، قیامت چه وقتی برپا می شود؟ الان 3 تا موضوع رو مطرح می‌فرماید: اسلام، ایمان، احسان. 3 مرحله از مراحل دین هستن اینها. مرحله اول اسلام است، بعد ایمان است، بعد احسان است که هر مرحله دوم خاص‌تر از مرحله اوله. اسلام بعد ایمان میشه و بعد میرسه به احسان. و ما اگر دایره هایی رو فرض بکنیم، 3 تا دایره بزرگ، اگر اسلام دایره بزرگ باشد، ایمان دایره کوچکتر داخل اون می شود و احسان دایره کوچکتر در داخل ایمان. این 3 بخش مختلف دین رو برای ما بیان میکنه در این روایت و در این حدیث. و در این حدیث ما اگر بخوایم یک درختی رو در نظر بگیریم، دین رو یک درختی در نظر بگیریم. دین رو شما یک درختی فرض کنید. ریشه این درخت که زیر زمین است و دیده نمی شود و اصل درخت است، میشه این تعریف ایمان. ارکان ایمان میشه اون ریشه درخت. ارکان ایمان میشه اون اصل، اون اساس، اون ریشه. اون ریشه میشه ارکان ایمان که اصل این درخت است. اون اساس است، اون ریشه هست. و بعد میرسیم به این تنه اصلی این درخت و شاخه های این درخت که میشه اون 5 رکن: شهادت ان لا اله الا الله و نماز و روزه و زکات و روزه و حج. و بعد بار و ثمری که میدهد میشه احسان. این اگر بخوایم در یک مثال ساده‌تر تشبیه بکنیم، ما به یک درختی این حدیث رو و این ارکان مراحل 3گانه اسلام و احسان، اسلام و ایمان و احسان. این حدیث ادامه دارد. در ادامهش میفرماید که قال فمتى الساعة، باز تایید میکنه صحبت رسول الله علیه السلام رو، میفرماید که قیامت چه زمانی برپا میشود. فمتى الساعة، قیامت چه زمانی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ما المسئول عنها باعلم من السائل. این سوالی که شما پرسیدی، منی که سوال شده ام بیشتر از کسی که سوال میکند نمیدانم. منی که سوال شده ام، سوال از او پرسیده شده، از شمایی که سوال پرسیده ای بیشتر نمیدانم. و این سوال رو بیشتر در ذهن مرد صحابه، این موضوع رو بیشتر جذاب میکنه. این انسان با این شکل شمایل غریب و عجیب و با این حکایت سوال پرسیدن ها و باز این کلام رسول الله علیه السلام که من پیامبر اکرم علیه السلام بیشتر از تو نمیدانم، این برای صحابه باز خیلی عجیب تر است. کیست که رسول الله بیشتر از او نمیداند؟ کیست این است؟ فرمود که خب شما از نشانه های این قیامت برای من بگو. شما خب الان نمیدانید که قیامت میشود، از نشانه های او بگو. رسول الله فرمود ان تلد الامة ربتها. و این است که یکی از نشانه ها این است که کنیزی سردار و آقای خود را بزاید و برده. کنیزی مولای خود را بزاید.
و در ادامه فرمود و ان ترى الحفاة العراة العالة، تو ببینی که چوپانان پابرهنه فقیر مسکین نیازمندی، گوسفندچران و شترچران، رعاء الشاء، کسانی که گوسفند میچرانند، یتطاولون فی البناء یا فی البنیان برود، با همدیگر در ساخت و ساز، در برج ساختن با هم رقابت میکنند. اینو چشم سر داره میده. کسانی که تا 50-60 سال گذشته چوپان بودند، شترچران بودند، پابرهنه بودند، لباسی به آنچنانی نداشتند، الان میبینیم بعد از کشف چاهای نفت در برج سازی با هم رقابت میکنند که کدام بزرگترین ساختمان جهان را بسازد. ثم قال بعد از اون رسول الله صلی الله علیه و سلم این حدیث بعد از اینکه این صحبت ها رو مطرح کرد بود، فرمود که رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایت دیگری که امام بخاری ذکر می‌فرماید تکمیله این رو، و این یکی از اون 5 موردی است که لا یعلمهن الا الله، غیر از الله متعال کسی دیگری نمی‌داند چه موقع اتفاق می‌افتد، و اشاره کرد به آخر سوره مبارکه لقمان. و ایشون بعد از این حکایت این سوال‌ها رو می‌پرسه، بلند میشه و میره. بعد از اینکه رفت رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو عمر می‌فرماید که من گفت که عمر آیا متوجه شدی که بود؟ در روایت دیگر رو بر صحابه کرد، گفت که آیا دانستید که بود؟ گفتیم الله و رسوله اعلم. عادتا صحابه عادت داشتن وقتی رسول الله علیه و سلم از آنها می‌پرسید که آیا دانستید که بود و که چه سوالی می‌پرسید در یک موضوعی، خاطر احترام به رسول الله علیه و سلم می‌فرمودن الله و رسوله اعلم، الله و رسولش بهتر می‌دونن. اینجا که حتی نمی‌دانستان، واقعا هم جایی که می‌دانستان هم سعی می‌کردن به احترام رسول الله طوری پاسخ بدن که شاید پاسخ دیگری باشد. ما پاسخ ندهیم، می‌دونستن که رسول الله می‌خوان پاسخی بدهند، به احترام رسول الله پیش دستی نمی‌کردن در پاسخ، جایی که حتی می‌دانستان هم شاید این باشد. اینجا که اصلا نمی‌دونستان کیه، نمی‌شناختن این شخص که بود، نه مسافری به نظر می‌رسید و نه این سوال و جواب‌ها سوال‌هایی بود که به راحتی بپذیرن که یک انسانی است که چیزی نمی‌داند. خصوصا وقتی که رسول الله فرمود که آن کسی که سوال می‌شود بیشتر از آن کسی که سوال می‌کند نمی‌داند. بعد از این رسول الله علیه و سلم فرمود انه جبریل اتاکم یعلمکم دینکم یا معالم دینکم یا در روایت دیگری جاء یعلم الناس دینهم، اون جبریل بود آمده بود تا دین شما رو به شما بیاموزاند، آمده بود تا شما رو دین شما رو به شما یاد بدهد. اون جبرئیل علیه السلام بود آمده بود تا دین شما رو به شما یاد بدهد. این حدیث به این خاطر به حدیث جبرئیل معروف است. جبرئیل علیه السلام به شکل یک انسانی آمده بود، به خاطر اینکه رسول الله می‌فرماد آمده بود تا دین شما رو به شما یاد بدهد. عمر رضی الله عنه می‌فرماد من سریع بلند شدم از مسجد دنبالش رفتم که شاید در کوچه و خیابان ببینمش، دستی بدم و آشنایی بشه، سلام علیکم با بکنم، بغلش کنیم. تا رفتم دیدم وقت رفته است. اینجا که رسول الله فرمود که جبرئیل علیه السلام آمده بود که یعلمکم دینکم، اومده بود که شما رو دین شما رو به شما یاد بدهد، به این معناست که این حدیث دین است، خلاصه دین است. رسول الله فرمود که آمده بود تا دین شما رو به شما یاد بده. دین خلاصه میشه در این 3 موضوع. دین خلاصه میشه در پاسخ به اسلام، مل اسلام، اون 5 رکن اسلام، شهادت لا اله الا الله، نماز، زکات، روزه و حج، و خلاصه میشه در 6 رکن ایمان: ایمان به الله، ایمان به ملائکه، ایمان به کتاب‌های آسمانی، ایمان به پیامبران، ایمان به یوم الاخر، روز آخرت، و ایمان به قضا و قدر الهی، و همچنین احسان خودش باز یک دنیایی است. این خلاصه دین است. خود رسول الله علیه و سلم در همین حدیث صراحتاً می‌فرماید آمده است تا دین شما رو به شما یاد بدهد. از اونجایی که این حدیث طبق خود فرموده رسول الله علیه و سلم خلاصه دین است و چکیده دین است، این حدیث اهمیت بسیار زیادی. و عرض کردیم که
شخصیت مثل امام مسلم کتاب خود رو با این حدیث شروع کردند و این حدیث رو در ابتدای کتاب آوردن. حالا صحبت در باب این حدیث بسیار زیاد است. ما وقتی که صحبت می‌شود ما سعی می‌کنیم که با طبق روایت امام بخاری پیش بریم و موضوع رو با بحث ایمان آغاز بکنیم. در اونجا ایمان رو اول پرسید، بعد اسلام رو، بعد احسان. در بحث ایمان الان ما بحث بسیار زیاد است. ما صحبت داریم در بحث ایمان. خود مفهوم ایمان چیست و چه ایمانی قابل قبول است؟ آیا مجرد این که شخصی قبول داشته باشه که خدایی هست و خدایی هست همین بس است کافی است؟ آیا اگه کسی گفت خدایی هست و این خدا بالاخره دنیای رو خلق کرد و تمام شده همینقدر کافی است؟ آیا ایمان در برگیرنده فقط اعتقاد است، باور است، تصدیق قلبی است، یا ایمان نیاز به اقرار به زبان هم دارد، یا ایمان نیاز به عمل به ارکان هم دارد؟ اینها سوال‌هایی است که در این باب خیلی قاعده زیادی درباره اینها مطرح شده. درباره اینها باید پاسخ داد. ایمان، خود مفهوم ایمان، مقوله ایمان، ایمان بر الله متعال، ایمان با کدوم؟ تؤمن بالله، یک ایمان بر الله که اصل اساس است. توحید، الله کیست؟ وجود الله، اثبات وجود الله متعال، خود صفات الله متعال در بحث ربوبیت الله متعال. الحمدلله رب العالمین که قرآن با این کلمه شروع میکنه. رب به چه معناست؟ اللهی که رب است، ربوبیت، خالق، مالک، مدیر، مدبر، متصرف در امور عالم. درباره ربوبیت آیا کسی فقط قبول بکنه که الله خالق آسمان ها و زمین است، مالک آسمان ها و زمین است، مدیر و مدبر آسمان ها و زمین است؟ کافی است؟ این رو که ابو جهل هم قبول داشت، این رو که ابو لهب هم قبول داشت، این رو که ابلیس هم قبول دارد و آیات قرآن دلالت بر این دارد. درباره باید صحبت کرد. موضوع توحید الوهیت، لا اله الا الله، معناش چیست؟ لا اله الا الله به چه معنی است؟ اصلا بحث عبادت به چه معناست؟ مفهوم عبادت، لا اله الا انا فاعبدون، به چه معنی است؟ خود این مفهوم لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله به چه معناست؟ چرا با این موضوع لا اله الا الله انقدر مشکل پیدا کردن مشرکین در طول تاریخ، با وجود اینکه قرآن میفهمد خیلی از اونها مفهوم الحمدلله رب العالمین رو قبول داشتن، مفهوم رب العالمین رو خیلی قبول داشتن، حتی ابو جهل، حتی ابو لهب، حتی مشرکانی که با رسول الله جنگیدن. ولی این سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، اگر از اونها بپرسید چه کسی خالق آسمان ها و زمین است، قطعا یقینا و حتما خواهند گفت با سه تا تاکید الله است. خب این مفهوم توحید و الوهیت به چه معناست؟ توحید در اسما و صفات خودش یک باب بسیار بزرگ است. اللهی رو که شما قبول دارید، این الله چه صفاتی دارد؟ نامهایی دارد یا ندارد؟ صفاتی دارد یا ندارد؟ اسم و صفت با هم دارد یا هیچ کدام را ندارد؟ یا اسم دارد صفت ندارد؟ یا اسم دارد برخی صفات رو دارد برخی صفات دیگر رو ندارد؟ صفاتی که قرآن کریم درباره الله ذکر کرده، این صفات بر چه معانی دلالت می‌کنند؟ اسمهایی که در قرآن کریم آمده، هر اسمی متضمن صفتی است یا نه؟ یا هر صفتی متضمن اسمی است؟ اینها بحث‌های بسیار زیادی است در بحث اسما و صفات. اون چیزهایی که در قرآن کریم از صفات الله متعال ذکر شده، همون گونه که آمده اونها رو میپذیریم یا نه؟ باید با عقلمون اینها رو بررسی بکنیم. با عقل پذیرفت قبول بکنیم، با عقل نپذیرفت قبول نکنیم. اختلاف متکلمین در بحث اسما و صفات با بقیه در چیست؟ و چرا روی به تعویل آوردن؟ بحث تشبیه، بحث تجسیم، بحث تعطیل در بحث اسما و صفات الله متعال کار کنیم از اون بحث بسیار مفصلی است. و بحث اسما و صفات الله متعال، گروه‌هایی که در این باب ایجاد شد درباره اسما و صفات الله متعال، کدوم الله رو شما می‌پرستید؟ درباره ذات الله متعال بس صحبت کرد یا نه بس صحبت کرد؟ همه سوال‌هایی است که در این باب مطرح میشه. این الله چگونه اللهی است؟ چگونه صفاتی دارد؟ شریکانی دارد یا ندارد؟ نقش اولیای الله متعال در اداره عالم چیست؟ نقش ملائکه الله متعال در اداره عالم چیست؟ نقش پیامبران در میان چیست؟ اینها همه مسائلی است که باید مطرح بشه. اینها همه مسائلی است که در عقیده به اینها باید به تفصیل صحبت میشه، درباره اینها مطرح خواهد شد. در مورد توحید و الوهیت، خدایی هست خلق کرده، اما این خدا هیچ نقشی در سرنوشت انسان ها ندارد.
خدایی که خلق کرده و یه گوشه نعوذ بالله دیگه فقط نظاره‌گر است و انسان‌ها خودشون باید برای خودشون تصمیم بگیرن، خودشون باید قانون زندگی خودشون رو تعیین بکنن، خودشون در سرنوشت فردی خودشون، اجتماعی خودشون، سیاسی خودشون تصمیم گیرنده باشند یا نه این الله، این خدا نقشی دارد. آیا این خدا برای این بنده خود برنامه زندگی فرستاده یا نفرستاده، یا بنده خودش باید برای خودش برنامه زندگی رو تعیین بکنه؟ این اعتقاد است، این همش باور است، این همش ایمان است، این همش بحث توحید. بحث وقتی میگیم توحید در این انواع و اقسامش، در بحث ارکان ایمان، در بحث ارکان اسلام، درباره همه اینها بحث میشه. اینی که ما گفتیم همین کلمه ان تؤمن بالله، ایمان به الله، خودش کلی صحبت داره برای ما. بحث ایمان به الله، بحث ایمان به ملائکه، ملائکه الله متعال چگونه مخلوقاتی هستند، از چه خلق شدن، نامهای اونها چیه، کارشون چیه، چند دسته هستند، مردن، زنن، آیا جنس خاصی دارند، چگونه باید اونها رو خطاب بکنیم، ایمان ما نسبت به ملائکه چه باید باشد. ملائکه‌ای که نامهای اونها رو الله متعال ذکر کرد، ملائکه میشناسیم، ملائکه‌ای که موکل بعضی از کارها هستند، ملائکه‌ای که به نام کرام الکاتبین در قرآن همراه ما هستند، ملائکه‌ای که معقبات له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. انواع ملائکه، دسته‌های ملائکه، کارهایی که ملائکه میکنن، باور ما نسبت به ملائکه، وجود ملائکه یا انکار ملائکه، هر کدوم از این ارکان رو یکیش انکار بشه کافر میشه طرف. بدون تا یکی از این ارکان ششگانه ایمان رو کسی قبول نداشته باشید، بخشی جزئی از این ارکان رو قبول نداشته، مثلا در ایمان به پیامبران الهی، یک پیغمبر رو قبول نداشته، بگه من لوط رو قبول ندارم که پیامبر بود، آیا این بود به بوی بهش تو خواهد بود. یک پیغمبر رو قبول نکنه، فقط آن چیزی که قرآن قبول کرده است منکر قرآن میشود، انکار قرآن میشود. ایمان به کتاب‌های آسمانی، کتاب‌های آسمانی به چه معناست؟ ایمان به کتاب‌هایی که خدای متعال فرستاده. این کتاب‌ها چند تا هستند؟ کدوم‌ها هستند؟ آیا توراتی که الان هست همون توراتی است که بر موسی نازل شد؟ آیا انجیل‌های چهارگانه امروزی که یک پنجمی هم دارد که عیسی معترف نیست، چه نقشی دارند در کتاب‌های آسمانی؟ ایمان ما به اینها چگونه باید باشد؟ اصل اینها چه بوده؟ تحریف، دلیل تحریف اینها چه بوده؟ چرا خدای متعال اینها رو به مانند قرآن، حکمت چه بوده است که محافظت شمرده نگرفت و به سپورت به عهده کسانی که بودن، حکمت‌هایی که در این باب هست و غیر از این مواردی که هست. چطور تعریف شدن اینها؟ کتابی که امروز به نام کتاب مقدس معروف است، عهد قدیم، عهد جدید، تورات و ملحقات تورات، انجیل و ملحقات انجیل، تلمود، اینها حکم اینا چه میشود؟ درباره اینها با چه اعتقاد و باوری باید داشته باشیم؟ اینها آیا کتاب‌های آسمانی هستند یا نیستند؟ آیا حکم الله تعالی در اینها باقی مانده است یا نشده؟ نه مانده است. آیا تحریف شدن؟ همه آنها هر چه که در آنها است تحریف شده یا بخشی از اونها تحریف شده؟ کدوم‌هاش تحریف شده، کدوم‌هاش تحریف نشده؟ ایمان به کتاب‌های آسمانی، ایمان ما نسبت به قرآن کریم، خود قرآن کریم، شناخت قرآن کریم و ویژگی‌های قرآن کریم، صفات قرآن کریم، جایگاه قرآن کریم و معجزه بودن قرآن کریم، تعریف نشدن قرآن کریم و اینها مباحثی است که درباره ایمان ما به قرآن کریم، چه باوری ما باید نسبت به قرآن کریم داشته باشیم. و همین ها مسائلی هستند که باید نسبت به اینها صحبت بکنیم. اگر ابراهیم جان بگذارد که ما صحبت کنیم، بابا جان شما با اون طرف ما صحبت داریم. و غیر از این مباحثی هستند که ما در بحث ایمان به ملائکه، ایمان به کتاب‌های آسمانی و همچنین ایمان به بعد از کتاب‌های آسمانی ایمان به پیامبران عرض کردیم که اگر ایمان به پیامبران الهی چه کسانی هستند؟ چه کسانی هستند پیامبران الهی و چند نفر در قرآن کریم ذکر شده؟ این پیامبران تعدادشون چند نفر است؟ چه کاری انجام میدهند این پیامبرانی که در قرآن کریم آمدند و تکرار شده نام اونها؟ و ما پیامبرانی رو داریم که قرآن کریم از اونها صحبت کرده، پیامبرانی هستند که درباره اونها صحبت نکرده و پیامبرانی هستند که درباره اونها به تفصیل صحبت شده، مانند موسی علیه السلام. این پیامبران، ویژگی‌های این پیامبران، صفات این پیامبران و اعتقاد ما نسبت به این پیامبران چگونه باید باشد و ویژگی‌هایی که پیامبران داشتند، صفاتی که پیامبران داشتند و اینها رو باید مطرح بکنیم. همین اینها مسائلی هستند که ما درباره اینها باید صحبت بکنیم، در ایمان به الله، در ایمان به ملائکه، در ایمان به کتاب‌های آسمانی، در ایمان به انبیاء الهی، همچنین در ایمان به روز قیامت، در ایمان به روز قیامت و روز قیامت یوم الاخر. و چه روز قیامت از نشانه‌های قیامت که در این حدیث ذکر شده، قیامت چه موقع برپا خواهد شد، قیامت چیست، نشانه‌های قیامت، نشانه‌های صغرا قیامت، نشانه‌های کبرا قیامت و غیر از اون نشانه‌هایی که دارد. موضوع مرگ، اعتقاد ما نسبت به مرگ، لحظه مرگ، ملک الموت
و اون لحظه‌ای که انسان به قبر می‌رود، سوال و جواب در قبر، عذاب قبر و موضوع عالم برزخ، ارواح در عالم برزخ، اعتقاد ما نسبت به ارواح در عالم برزخ، مرده‌ها میشنوند، مرده‌ها میتونن کاری بکنن، نمیتونن بکنن، اولیای الله متعال، ارواح اولیای الله متعال، شهدا، انبیا. و بعد از اون ما در موضوع بحث برزخ، عالم برزخ، تفاوت عالم برزخ و عالم ما، کسانی که در عالم برزخ هستند. و بعد از عالم برزخ میرسیم به موضوع بحث قیامت و حساب کتاب بعث بعد از زندگی در قبر، دوباره مبعوث شدن در صحرای محشر، خارج شدن از اون خود صحرای محشر، حساب و کتاب صحرای محشر، میزان و ترازویی که در صحرای محشر گذاشته می شود و حالت انسان ها، همه اینا مباحثی است که مطرح میشه در بحث قیامت. و حوض کوثر، شفاعت، شرایط شفاعت، چه کسانی شفاعت میکنند، چه کسانی شفاعت میشوند، به چه کسانی اجازه شفاعت داده میشود و مفهوم شفاعت چیست و غیر از اون. باز میرسیم به موضوع صراط و خود صراط و بهشت و دوزخ، صفات بهشت و صفات دوزخ، صفات بهشتیان، صفات دوزخیان و آیا بهشت و دوزخ فناپذیر هستند یا نیستند، باقی میمانند و باقی نمیمانند. این همه مسائلی هستند که ما باید درباره اینها صحبت بکنیم. بعد از اون که درباره اینها صحبت بکنیم، همه مباحثی هستند که غیر از این که درباره اینها صحبت میشود. و بعد از اون بحث مهم، بسیار مهم دیگری رو داریم، بسیار مهم دیگری داریم به نام موضوع بحث قضا و قدر الهی. موضوع یک قضا و قدر الهی که بسیار مبحث بسیار مهمی است، موضوع قضا و قدر. و یکی از مهمترین مباحثی که در بحث اعتقاد مطرح میشن، موضوع بحث قضا و قدر است. موضوع بحث قضا و قدر بحثی است که بسیار بحث سنگینی است و بحث بسیار مهمی است. موضوع بحث قضا و قدر، مراتب قضا و قدر، از علم الله متعال، از کتابت الله متعال، انواع کتابت الله متعال، از موضوع مشیت و اراده الله متعال که الله متعال اراده بکنه و مشیت بکنه، مشیت الله متعال، اراده الله متعال، محبت الله متعال، تفاوت بین مشیت و اراده و محبت و این مباحثی که اونجا مطرح میشه. و در بحث قضا و قدر، انسان مجبور است یا مجبور نیست و تقدیر الله متعال، آیا عذر به تقدیر برای انجام معصیت ها میشود که به اینها استنباط کرد و استدلال کرد. همین مباحثی که در قضا و قدر خودش یک مبحث بسیار مفصلی است. بحث قضا و قدر و داستان هایی که در قرآن کریم ذکر شده، داستان موسی و خضر علیهم السلام. خضر تعبیر درستش خضر نیست، خضر هست، که در سوره ملکه کهف ذکر شده و اون سه داستان و داستان ها و درس ها و عبرت هایی که در اون داستان ها هست و حکایت هایی که در اون داستان ها هست و اجازه فرصت میخواهد که ما به اونها بپردازیم و اینها بحثی است که درباره قضا و قدر مطرح میشه. اینها فقط یعنی فهرست مباحثی بود که ما در فقط همین بحث شش رکن ایمان مل ایمان در اینجا میتونیم مطرح بکنیم و این همون عقیده است و این همون ریشه است و این همون اصل است. و بحث ادامه حدیث و قبل از اون بحث ایمان به بحث اسلام، مل اسلام، ارکان اسلام رو وقتی که میخوایم مطرح بکنیم، ارکان اسلام چیست؟ ایمان، اون شهادت و لا اله الا الله، بحث نماز، بحث روزه، روح نماز، هدف نماز، اهمیت نماز، بحث روزه، روح روزه، بحث زکات، بحث‌های فقهیش نه، حالا بحث‌های فقهیش رو ما مطرح نمی‌کنیم. و آیا خود بحث مقوله بسیار مهمی به نام آیا عمل جزئی از ایمان هست یا نیست؟ آیا کسی که عمل نمی‌کند مسلمان است، مؤمن است؟ کسی که نماز نمی‌خواند، کسی که نماز نمی‌خواند اصلا مسلمان میشه گفت انسان؟ این باعث است که در بحث عقیده بهش پرداخته میشه و بسیار مهم است. موضوعاتی است که موضوع احسان هم که بخش پایان حدیث از خود احسان و یک دنیای است، باز بحث احسان و احسان در هر کاری، احسان و در کارها چگونه انسان احسان را انجام بده و چگونه میتواند با این مقوله، با این معادله اصلی و با این حکایت که همیشه با این گونه عبادت بکنه الله را گویی که الله را میبیند و اگر الله بالاخره اگر او الله رو نمیبیند الله او را میبیند و این رو هم باز جای بحث دارد که صحبت بکنیم. علاوه بر این که باز مباحث دیگری هم جانبی در این مسئله مطرح خواهد شد. موضوع بحث صحابه هست و اعتقاد ما نسبت به صحابه و کسانی که در صدر اسلام بودند و به نقالی که در اون موضوع مطرح میشه و مباحث دیگری که بحث ولات امور هست، در موضوع بحث افراط و تفریط در بحث ولات امور و ولایت و ولی امر
و مباحث بسیار زیاد دیگری که انشاءالله اینها رو تفصیل اجازه بدید که انشاءالله در جلسات بعدی بهش بپردازیم. این پیش درآمدی بود بر موضوع و اینکه ما چگونه پیش خواهیم رفت موضوع رو. مباحث رو سعی می‌کنیم که انشاءالله آنگونه‌ای که آنچه که عقیده امامان اهل سنت بوده است و الحمدلله امامان اهل سنت با وجود اینکه شاید در مسائل فقهی با هم اختلاف نظرهای زیادی داشته باشند، اما در مسائل عقیدتی این گونه نیست. و آن چیزی که در بحث عقیده اهل سنت و جماعت مطرح است، قاطبه آنچه که اعتقاد باور اهل سنت است، مورد اتفاق همه بزرگان اهل سنت است و امامان اهل سنت و این رو انشاءالله درباره صحبت خواهیم کرد. کتاب خاصی رو که ما بخوایم مطرح بکنیم خدمت شما صبران اینجا تدریس نمی‌کنیم، کتاب خاصی رو که بگیم مثلا فلان کتاب رو ما تدریس می‌کنیم، اما آنچه که اینجا بر محور این حدیث انشاءالله مطرح خواهد شد، محور این حدیث ما پیش خواهیم رفت و سعی می‌کنیم با محوریت همین حدیث جبریل علیه السلام و با شرح حدیث جبریل علیه السلام از ارکان ایمان شروع بکنیم. ارکان ایمان به الله و بعد میرسیم به ایمان به ملائکه و بعد کتاب‌های آسمانی و بعد پیامبران و بعد همینطور ان شاء الله تمام بکنیم موضوع رو در بحث ارکان ایمان و تا برسیم به ارکان اسلام و احسان. و این موضوع ان شاء الله همراه ما باشید در این مباحث تا بتونیم به همراه شما سروران ما که این موضوع نیاز به حوصله دارد، نیاز به صبر استقامت دارد و حوصله‌مندی که ما شما بتوانیم ان شاء الله در فرصت کافی این موضوعات رو مطرح بکنیم، چون این موضوعات مهمی هستند که نیاز به دقت دارد. و سعی می‌کنیم به همراه شما سروران آنچه که اعتقاد اهل سنت و جماعت است برگرفته و با استناد از آیات قرآن کریم و حدیث صحیح رسول صلی الله علیه و سلم و اقوال ائمه اهل سنت در این باب و مراجعی که در این باب هست ان شاء الله موضوع رو مطرح بکنیم. و در هر بحث هم سعی می‌کنیم ان شاء الله بحثی که نیاز به مطالعه بیشتر دارد ان شاء الله به همراه شما سروران موضوع رو حواله بدیم به برخی کتاب‌های مرجعی که در این باب هست. عزیزانی که می‌خواستن بیشتر مطالعه بکنن طبیعتاً یک موضوع پیش خدمتتون عرض می‌کنم. اکثر مراجعی که در بحث عقیده هست این مسائل همش مسائلی هستند که کتاب‌هایی هستند که به زبان عربی هستند. کمتر دیدم کتاب مرجعی در عقیده به زبان فارسی ترجمه شده باشه. و بر این اساس عزیزانی که می‌خوان در این مسئله مطالعه بکنن طبیعتاً زبان عربی رو باید مد نظر داشته باشید، چون که مراجع امهات کتب عقیده بیشترشون به زبان عربی نوشته شدن و در این باب ان شاء الله باز در هر بحثی که ما داخل شدیم در اون موضوع ان شاء الله که نقالی که در اون باب هست و سعی می‌کنیم کتاب‌های رو خدمت شما سروران در هر باب معرفی بکنیم برای مطالعه بیشتر. سرورانی که دوست دارن مطالعه بکنن میتونن که سراغ اون کتاب‌ها برن و جزئیات در اون باب بیشتر در این باب مطالعه بکنن تا ان شاء الله مسلط‌تر بشن.